اما یک عده مفتی و یک عده مولوی و یک عده کسانی که نه از فقه حنفی معلومات دارند نه از روایاتی که در کتب اهل سنت آمده میخواهند یک عده را ملامت کنند. مثلا شیعه ذبیحه‌اش حرامه، خوردن گوشت گوسفندی که بنا در محرم میکشه حرامه و هیچ حدی شرعی نداره، اینا مشرک است، اینها بدعت گذار است. آن مولوی محترم شرک یک میگه که فقط میکشد. کی رو میکشه؟ 9 دهم 1 دهم باقی مونده. اون یعنی 1 دهم. حالا ببین جالب است این روایت‌های دیگه شون چگونه است. میگه که 2/3 کشته میشن، 1/3 اونم 1/3 فقط شیعیان هستن. میتونیم این روایت با هم دیگه ببینیم. بله. که میگه که این 1/3 هم فقط شیعیان هستن. ببینید میگه که اینا در اکمال الدین ببینید از ابی بصیر محمد مسلم میگه که از ابو عبدالله شنیدیم که میگفت لا یکون هذا الامر حتی یذهب ثلث الناس. قیام مهدی نخواهد شد مگر اینکه 2/3 مردم برن. کی میره؟ کی بعد این 2/3 از بین ببره؟ حالا دقت کنید معلوم میشه که این 2/3 توسط یک جنایتکاری به اسم مهدی کشته شدن. میگه فقیل له فاذا ذهب ثلث الناس فما یبقى. اگر 1/3 رفتن برن چی مونده؟ میگه که علیه السلام گفت که اما ترضون ان تكونوا الثلث الباقی. شما 1/3 باقی باشید. آیا راضی نیستید؟ بین راضی نمیشید که شما 1/3 باشید؟ حالا در بعضی روایتشون آوردن فی الثلث الباقی، در 1/3 باقی باشید. الحال یعنی اینکه چی؟ اینکه جنایت میکند مهدیتون. حالا اون روایت وقتی میگه که 9 دهم رفت، خب کی مونده؟ آقا جواب اینو بیارید که برای چی میاد پس وقتی که فقط 1 دهم موندن. از این 1 دهم هم بعد چقدر مهدی میکشه؟ 2/3 بارد مهدی از این میکشه. اگه میخواد این روایت رو کنار هم دیگه بذارید به قول خودتون، دیگه کی مونده؟ برای چی میادی؟ میخواد چی کار کنه؟ خب شما که کل اهل سنت از بین بردید. شما میگید که یهود که ایمان میارن، درسته؟ مسیحیان هم که بهش ایمان میارن. خوندیم دیگه فتوای روحانی بود و به اضافه چیزشون روایت بود. کی مونده الان؟ ببینید ممنون تا فرمان. پس اینجا شما نمیتونید این جنایت رو بخواید ماسمالیش کنید. یعنی اینکه این جنایت جناب مهدیتون مرتکب میشه. و جالب است بدونیم که این قضیه یک اعتقاد یهودی است کاملا. اعتقادی است یهودی. تعجب نمی‌کنید؟ اعتقادی است که از یهود گرفتن، کاری به اسلام نداره. کاری به اسلام ندارد. ببینید در سفر زکریا، ببینید صفحه لپتاپ، زکریا فصل 13 طهارت گناه صحبت میکنه. بعد میریم شبان و گوسفندان، میریم خداوند میفرماید در سرتاسر این سرزمین 2/3 قطع شده و خواهند مرد و 1/3 باقی خواهد ماند. من آن 1/3 را از میان آتش عبور خواهم داد. بفرمایید این اعتقاد علمای شیعه است که کاملا از یهود گرفته شده. سازندگان این روایت این اعتقاد ممنون تا فرمان اعتقاد مهدویت کاملا این اعتقادی که در این مورد دارند از یهود گرفته شدن. تشابه بسیار زیاد است که ما اگه ان شاءالله یه وقتی شد یه برنامه ذکر کنیم حداقل 10 تا شباهت بین مهدی شیعه و دجال یهود خواهیم دید که اصلا هیچ فرقی نمی‌کنن. یکیش از همون گرفته شده، همون اعتقاد هست، اون اعتقادی که یهود داشته. پس این یک کشته شدن انسان ها و کشتن ها و کشتار ها این عقده‌ای است که مظلوم نمایی است که دارن و این بدین وسیله میخوان مردم رو حفظ کنن، جذب خودشونن، اون عقیدهشون نگه دارن که این میاد انتقامشون میگیره، اگه شما الان بهتون ظلم میشه صبر کنید، مهدی میاد پدرمشون رو در میاره، ابوبکر عمر رو زنده میکنه، دارشون میزنه، عایشه رو شلاق میزند، فلان میکنه، اصحاب زنده میشن، اصحاب خود بعضی از شیعیان زنده میشن، ائمه شیعه زنده میشن.
علی میاد، حسن میاد، حسین میاد، اینا همه زندهشون میکنه. این اعتقاداتی است که کلا از یهودیت گرفته شده که یکیش همین کشت و کشتاری است که مهدی میکنه. بله. پس این که شما به آخوند داره انکار میکنه، این انکار حقیقتا تو باقی روایات رو نگاه کن. به قول خودت اصلا همین قاعده‌ای که الان گفتی بفرما، این حدیث تو بر باقی روایات بذار، روایاتی که میگه فقط مهدی میاد برای کشتن، مردم میگن که اصلا از آل محمد نیست، این رحم نداره، مروت نداره، داره میکشه. ای کاش نیومده بود. ادامهش رو ببینیم. میگه حالا این هیچی، حالا تو کتب اهل سنت هم هست، حالا میخواد کتب ما در بیاره. ببین خودش میخنده، به عمامش میخنده، به ابا و قبا و نعلینش میخنده. برای مثال کتاب المستدرک علی الصحیحین جلد 4 دارالکتب العلمیه صفحه 600 کتاب الفتن و الملاهم حدیث 8669. خب روایت چندین روایت میاره با سندهای بسیار معتبر از ابو سعید خدری. ایشون اومده گفته که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود که قیامت واقع نمیشه قبل از اینکه زمین پر از ظلم و جور بشه، پر از ظلم و جور و عدوان بشه، تا اینکه زمین پر از جور و ظلم و ستم شد. این ساعه منظورش اینجا قیامته. ایشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که سپس یخرج من اهل بیتی، از اهل بیت من کسی ظهور میکنه، کسی خارج میشه. ظهور میکنه کجاست؟ این ظهور میکنه رو اینجا داخل روایت پیدا کن. میگه شما از فهم این دروغگوی، من بگم کلاش دیگه کلاش واقعا، این دروغگوی کلاش میگه داره کتاب میخونه، کجا ظهور میکند، کجاست این تو این روایت؟ داری عربیش هم میخونی، ترجمه میکنی ظهور میکند، کجای این روایت گفته ظهور میکند؟ تا اینکه بیاد ایشون زمین را پر از قسط و عدل و داد بکنه، همانطوری که ملعت ظلمن و عدوانا، همینطوری که زمین پر از ظلم و عدوان شده. خب روایات صحیح السند علی شرط شیخان، سندن هم صحیحه، معتبر بر اساس مبانی رجالی اهل سنت، تصریح کرده که زمین پر از ظلم و عدوان و جور میشه. خب این روایت در منابع اهل سنته. در منابع ما اومده که اینقدر جنگ‌ها، اینقدر ستم. خب بسش دیگه، فکر می‌کنم تا آخرش دیگه بقیش همین موارد. مثلا بحث ما که بحث اثبات مهدی نبود که الان چون زمین پر از ظلم و جور شده، یعنی 1/9 مردم کشته شدن، چون آقا اینو میخواد به اون یکی بکنه. کی کشته؟ این میگه قبل از مهدی کشتن، حالا مهدی اومده، فکر کنید مهدی ظهور کرده، 1/9 مردم کره زمین فقط موندن. یعنی بعد از این 1/10. آره 1/10 مردم کره زمین 10 کشته شدن. مهدی الان میاد چیکار برای چی میاد؟ دیگه خودش وقتی 1/10 موندن دیگه خود زمین پر از عدل و داد میشه دیگه، همینطوری کس دیگه کسی. حالا این 1/10 که موندن هم بعدم باقی هم مهدی خدمتشون میرسه، همه اهل سنتن دیگه، میکشه دیگه، کسی را باقی نمیذاره. میخواد با کی حاکمی بدون ملت؟ هیچ کس وجود نداره دیگه. بعد شما اگر براتون ما انقدر از فهم روایات پیچیده شما عاجزیم، خب تشریف بیارید تو برنامه این حرفا رو بزنید. نصابین دروغگو که حدیث رو از رو میخونی، نشون هم میدی. انقدر اینها طرفداران خودشون رو درازگوش میدانند که دیگه اصلا به خودش اصلا زحمتی رو نمیده که تصویر رو نشون نده. وقتی میخواد دروغ بگه تصویر رو نشون میده، خودش دروغ میبنده، یعنی خودش به حدیث دروغ میبنده در ترجمه، در حالی که داره تصویر رو نشون میده. ظهور میکنه، اصلا ظهور میکنه تو حدیث نیست. چیکارش میکنه این آخوندو؟ چیکارش میکنه واقعا؟ تماسا رو میگیریم اتاق فرمان گرامی.